اینشتین یک چیزی نوشته بودن که اینشتین گفته من مسلمان شدم، شیعه هم شدم، طرفدار امام صادق هم هستم از کتاب‌های خارجی هم. که اینشتین میگه من وقتی که مسئله معراج پیغمبر اسلام رو شنیدم که پیغمبر معراج کرده، رفته و برگشته در خونه تکون میخورده، یک سیری که بیشتر از سیر نور بوده، نوری که هر ثانیه نمیدونم 300,000 کیلومتر راه میره، پیغمبر زودتر رفته در تکون میخورده، اون چکش در برگشته پیغمبر، همه عوالم هم دیده. این همون حرکت نسبیتی است که اینشتین درک کرده و حرکتی است که شبیهش مولا سعدی درک کرده، مسئله حرکت جوهری. و حرکت جوهری حرکت مکانی به این معنی نیست که از اینجا تا اون برای خیابون 10 دقیقه طول میکشه، یک حرکت نوری بلکه حرکت روحی است، بالاتر از نوری است. این حرکت روحی رو میگه اینشتین، میگه در من روایات اسلامی و روایات اهل بیت پیغمبر دیدم، فهمیدم اونا همین حرفا رو قبل از ما درک کرده بودن.